نگرانی نسبت به آینده رو تمام کنی. یعنی وقتی میگم نگرانی نسبت به آینده رو تمام کنی، یعنی واقعا تمام کنی. چون آینده ای نیستش که تو نسبت به اون نگران باشی، همیشه امروزه و همواره لحظه حاله و لحظه حال و امروز اصلا جای نگرانی نداره. ما از پس مسائل و مشکلات این لحظه برمیاییم. همین حالا که شما اینجا نشستید، مشکلاتتون چیه؟ شاید یکی از مشکلاتتون این باشه که مثلا بگید نشیمن این صندلی کم سفته یا پشتیش مثلا اینه دیگه. از پس این برمیایید که 50 دقیقه اینجا تحمل کنید 25 نکته گوش بدید، بعد یه استراحتی کنید. این خیلی دشوار نیست. 99% مسائل و مشکلات زندگی ما ذهنیه، 1% واقعیه. شما میگید نه بیشتره مسائل و مشکلات زندگی من واقعی هن. شما نمیدونید ما یه باجناقی داریم، یک سر پوز داشته هاشو میده به ما و پدر ما رو در آورده، رو زن ما تأثیر گذاشته، اینم باورش شده، اینم منو سرزنش میکنه، اونم همش ذهنیه. اینا اصلا باجناق یعنی چی؟ پوز یعنی چی؟ یعنی چی؟ آخه تحقیر میکنه منو، ماشینشو به رخ من کشیده. یعنی چی؟ یعنی چی اصلا؟ اینم ذهنیه. تو میگی واقعیه، ذره تحمل کن. 99% مسائل و مشکلات ما ذهنی هستند. من اینجا مدام مشاوره میدم، هر روز چند نفر میان برای این مشاوره. حالا کمی از خودم تعریف کنم. دلیل اینکه هر کس میاد پیش من مشاوره تو همون جلسه اول نتیجه میگیره اینه که من همین حقیقت به اون نشون میدم. اولش کمی مقاومت میکنه، میگه نه، بعد مثال میاره، بعد من تحلیل میکنم اون چیزهایی که او میگه مشکل واقعی زندگی من، اون برایش تجزیه تحلیل میکنم، میبینم اونم ذهنیه، مشکل واقعی نیست. بعد خیلی ها میان اینجا مشاوره میرسن مشکل ندارن، بخاطر همین ناراحت میان، خوشحال میرن. هرچی میخواد باشه، مشکل واقعی نیست، ذهنیه. یه چیز که دامن میزنه به بعضی از مسائل و مشکلات ما تو زندگی، همین دغدغه نسبت به آینده موهومه. بنابراین اگه آینده موهومه، دغدغه‌اش هم بیخوده. و این چیزی که شما به اون میگید آینده، وقتی تحقق میابه یعنی میشه امروز شما، اصلا اونجوری نیست که شما فکر میکردید. ببینید امروز شما آینده 10 سال پیشتونه، چقدر دغدغه داشتید. مثلا شما 10 سال پیش دغدغه مثلا 3 سال بعد رو داشتید، الان 7 سال از اون 3 سال بعد میگذره، اصلا شما یادتون رفته دغدغه چی رو داشتید. الان هم همینطوره. پس از همین لحظه به بعد نگرانی نسبت به آینده رو بذار کنار، بلکه با واقعیت اکنونی و اینجایی زندگی خود مواجه بشی. اون چیزی که هست، قرار تو از زندگی بهره مند بشی دیگه. قرار وقتی که این فرصت تو برای زندگی کردن تموم میشه، تو حسرت زندگی نزیسته نداشته باشی. ای بابا من به چه چیزایی فکر میکردم، من چه چیزایی میخواستم، من از چه چیزایی میترسیدم.
اونجاست که میگه ای کاش یه کمی شجاع بودم. تازه میفهمی چقدر ترسویی، اون موقع میفهمی فایده هم نداره، چیکار کنی؟ واقعا همه ما در روزهای پایانی عمرمون متوجه میشیم چقدر ترسو بودیم و چقدر مذبوحانه زندگی میکردیم. بعد تمام میکنیم. میگیم ای کاش زندگی که برای خود من حقیقتا زندگی بود رو زندگی میکردم، نه زندگی که برای دیگران یه زندگی خوب و حقیقی بود و من اصلا باورش نداشتم ولی میترسیدم. ای کاش زندگی خودم رو زندگی میکردم. و اونجا میگی من زندگی خودم رو میخوام، ولی نداری دیگه، تموم شده دیگه، چی میخوای؟ برو. و یکی اومده جون تو رو بگیریم، برو آقا من زندگی رو میخوام، برو. کجا برم؟ توی یکی از قبایل تو منطقه آمازون یه رسم عجیبی دارن، برعکس البته رسم و رسومات ماست. حالا رسم و رسومات ما برای خود ما خیلی خیلی بهتر و محترمانه تره، ولی البته اونا برای زنده احترام قائلن که رسمشون یه جور دیگه است. اونا وقتی کسی میمیره میگن که این تهی شد از فرصت، اپورتونیتی رفت، تموم شد دیگه. یه مشت گوشت و پوست و استخوانی که اینم دیگه رفت تو مرحله تجزیه شدن، پوسیدن، هیچی دیگه نیست تو این، تموم شد. اونو میبرن لب یه گودالی میذارن، گودال میکنن، لب اون گودال میذارن، بعد خویشاوندان نزدیک متوفا پاشونو میذارن رو میت، همینطوری اونم برهنه، اصلا کفن نمیپوشونن. میگن حیف اون پارچه که بخواد ببره اونجا، این پارچه رو بالاخره یه پیژامه میشه واسه یه نفر بپوشه اینجا. همینطوری لخت و اور میذارن لب چیز، همین پاشونو میذارن یه لگد میزنن با هم، میندازنش تو گودال، بعد به جای آمونیاک روش ادرار میکنن، میرن خاک میریزن. یه چیز نشون میداد مستند. بعد بچه ها هم میبینن، انگار دارن به بچه ها درس میدن، ببین تا زندگی قدر زندگی رو بدون، وگرنه وقتی مردی دیگه یه جنازه‌ای هیچ ارزشی نداری، مثلا میندازنش رو میرن، بعدش هیچی هم نمیدن که هر کی میرن اصلا. مثلا ما میگیم به احترام فلانی بریم تو مجلس ختمشون، اونا میگن مثلا بریم توهین کنیم به میتش بیاییم، اینطوری میگن. و هر کی بیشتر توهین کنه اونجا به خانواده متوفا احترام بیشتری گذاشته، چون قراره به زنده ها درس بدن که قدر زندگیتون رو بدونید. خلاصه یکی از حسرت‌های ما در اون روزهای پایانی زندگیمون اینه که چرا من زندگی حقیقی خودم رو زندگی نکردم، چرا انقدر چشم دوختم به دهن و نظر این و اون. به یکی از نکته خواهیم رسیدا که شما نباید سعی کنید همه رو از خود راضی کنید، چون این سعی بیهوده است. شما اگه بهترین آدم دنیا هم باشید همیشه یه عده از شما ناراضی هن، چون یه عده از بهترین آدم دنیا خوششون نمیاد اصلا. این چقدر از بهترین ها رو نابود کردن تو طول تاریخ، آدم های خوب خیلی نابود شدن دیگه. میگه شما نمیتونید همه رو راضی کنید، بنابراین سودای راضی کردن همه رو از سر بیرون کنید، راحت میشید.
اونجا میگیم که ای بابا ما هی خواستیم چیزی بسازیم تو زندگی که دیگران به ما گفته بودن با ساختن اون چیزها شما خوشبخت میشید. ما رفتیم آخرش رسیدیم به مرگ. چقدر کار کردیم، ما فرصت زندگی نداشتیم اصلا، از بس کار کردیم. کاش انقدر کار نمی کردیم. ولی یکی از نکته هم همین ها، سعی کنید با کار کم تولید زیاد داشته باشید. حالا تولید معنوی یا مادی فرق نمیکنه، کار کم. و یکی دیگه از حسرت‌های ما این خواهد بود که ما اصلا نتونستیم احساسات واقعی خود رو ابراز کنیم. همش تظاهر کردیم. هم برای خویشاوندان نزدیکمون، هم برای دوستامون، هم برای مردم جامعه، هم برای همکارامون تو محیط کارمون، همش تظاهر بود. ما همیشه پنهان بودیم. ای بابا، همیشه خود رو پنهان کردیم، نتونستیم احساسات حقیقی خود رو بروز بدیم. رفته بودم خونه دوستی، بعد یه دختر بچه کوچولو داشت، تازه راه افتاده بود. از این کفشای جغجغی پاش بود، گاهی می افتاد بلند می شد راه می. بعد پدرش بهش گفت آقای برزگر ها، با آقای برزگر میری؟ بدم تو رو با آقای برزگر ببره؟ یه همطوری که میرفت یه اینطوری نگاه کرد، گفت نه. چرا دخترم چرا؟ گفت خوشم نمیاد. خوشش نمیومد دیگه. یعنی چی مثلا بچه کوچولو هم برزگر با این ریخت قیافه احساسش ابراز میکرد؟ خوشم نمیاد. یه نگاه به من کرد، خوشش نمیومد. برای تیمارستان امین آباد دوستی خیر سالن ناهارخوری درست کرده بود. برای افتتاح سالن ناهارخوری منم دعوت کرده بودن اون بیمارستان. ما رفتیم بین اونا که حالا بهشون میگن دیوانه، من که هیچ وقت اینطور نمیگم، حالا میگفتن دیوانه. بعضی حالشون خیلی بد بود، تو اتاقا بسته بودنشون، بعضی دیگه بیرون بودن، تو راهرو بودن، بعضی میتونستن تو حتی محوطه حیاط بچرخن بیان برن. و یه تعداد از اینا نشسته بودن، این خانمای بیمار. یکیشون نگاه کرد گفت این آقا چقدر خوبه، من این آقا رو میخوام. من گفتش کنم. من خوشحال شدم بالاخره یه نفر پیدا شد که از من خوشش بیاد. خوشحال شدم. من وایسادم نگاش کردم، بعد رفتم نشستم نیمکت کنارش. یه دست میکشید رو موهای سر من، روی ریشای من. این آقا خوشش میاد، من از این آقا خوشم میاد. بعد من با اعتماد به نفس رفتم برای سخنرانی. یه سخنرانی قرار اونجا داشتم، اعتماد به نفس پیدا کردم. به هر حال یکی از حسرت‌های ما در اون روزها به خاطر زندگی نزیستمون اینه که من میتونستم پرشورتر، شادتر زندگی کنم. واقعا میتونستم. اون 99% مسئله و مشکل ذهنی نذاشت. مسائل و مشکلاتی که واقعی نبودند، همه ذهنی بودند، نذاشتن. در حالی که من میتونستم زندگی رو جشن بگیرم. زندگی جشن، ضیافته. وای
برای من شد ماتم سرا، شد زندان، شد تنگنا، شد فشار، استرس، اضطراب، افسردگی، خشم، عصبانیت، عصبیت. بخچه رو آورده پر از هدیه، پر از موهبت. میگی که بگیر